جوجه کباب برات آوردم. تو که رژیم داری، تو که دنبال غذای ساده و سالم میگردی، طعمش دیوونت میکنه. دوست گلم سلام به کانال آشپزی خودتون، خیلی خوش اومدید. امروز ولنتاینه و نرسیدیم غذای مخصوص قرمز برای امشب درست بکنیم، اما مهم نیستش، مهم کادویی که قراره به هم دیگه بدید. قلبتون همیشه جاری از عشق باشه. میخوام به درخواست خیلی از شما عزیزان که از کباب کوبیداب و گوشت خسته شدید و هی کامنت گذاشتید که برای جوجه کباب کی درست میکنید، چند تا ویدیوی جوجه کباب بذارم. اما خبر جوجه کباب زعفرونی و جوجه کباب ماستی و از این جوجه کبابی متداول که همه درست میکنن نیست. قراره چند مدل جوجه کباب تخصصی و طعم‌های بی‌نظیر سبزیجات و جدید درست بکنیم. پس اگه علاقه‌مند به این جور ویدیو هستی، کانال رو دنبال کن. من حدود 300 گرم اسفناج دارم. جوجه کبابی که امروز می‌خوایم درست بکنیم بیس اصلیش اسفناج هستش که طعم فوق‌العاده، خواص بسیار بالا و آهن غنی داره. این جوجه کباب با همه جایی که تا حالا خوردیم متفاوته. پس 300 گرم اسفناج رو میذارم داخل بلندر. اول به طور اختصاصی و تنهایی اسفناج رو یه مقدار بلندش میکنم تا بره پایین. وقتی اسفناج رو کاملا بلند شد، حالا من حدود 5 تا ساقه پیازچی اضافه میکنم بهش. دوستای گلم حدود تقریبا 20 گرم تا 30 گرم هم جعفری. برای اینکه راحت‌تر بلند بشه میتونید از آب یا روغن استفاده کنید. آب بهتره که کاملا رقیقش کنه. حالا دوباره نمیزنم تا بریم به بقیه مراحل برسیم. حالا 7 تا حبه سیر به این درشتی اضافه میکنم بهش. دوباره میکسش میکنم. نصف یه پیاز درشت رو هم اضافه میکنم. یه قاشق چایخوری نمک اضافه کنید. قاشق چایخوری فلفل قرمز. یه قاشق چایخوری پودر زنجبیل. یه قاشق چایخوری پرم پاپریکا. حالا اینو به یه ظرف منتقلش میکنم. خب من 4 تا سینه مرغ دارم، 4 تا سینه کامل ها، یعنی اگه وسط بشکافم میشه 8 تا تیکه سینه مرغ. بعد امشب مهمان دارم، جای همه شما خالی، دارم برای مهمانانم جوجه کباب مخصوص و متفاوت درست میکنم. باور کنید طعم این جوجه کباب انقدر خوشمزه است و انقدر غنی از پروتئین و سبزیجات هستش که یه غذای کاملا سالم برای توی دوستی هستش که میخوای رژیم بگیری یا اینکه میخوای ورزش کنی و نیاز به پروتئین بالا داری. حالا بریم برای خورد کردنش. مرحله اول این اضافاتشو بگیرید. این چربی های اضافهش ازش جدا کنید. بچه برشا دقت بکنید. این که سینه مرغ ما هستش، من میام به این شکل قطعات رو خورد میکنم. حالا این قطعات رو وقتی به این شکل داره برش میگردونم، به این ابعاد برش میزنم. همه یه دست رو روی سیخم همشون خیلی زیبا یه دست در میاد. سه قاشق غذاخوری هم آب لیمو ترش بهش اضافه کنید. حالا با هم مخلوطش کنید. حالا این سس رو اضافه کنید به مرغایی که خورد کردید. بچه‌ها این سس شما میتونید برای کف پیتزا هم استفاده بکنیدش. خیلی سس خوشمزه و جذابیه. من یه بخش از این سس رو هم نگه میدارم که باش سس رومال درست کنم. حالا حسابی با هم آغشته‌شون کنید، ورز بدید کاملا تا قشنگ به خورد هم برن. بعد که کارتون تموم شد 3 تا 4 قاشق غذاخوری روغن مایع برای کاور یا پوشش بریزید روش و با یه سلفونی
چیزی روش رو بکشید و 2 تا 3 ساعت بذارید داخل یخچال استراحت کنید که این مزه و طعم کاملا به خورد مرغمون بره. بعد برمیگردیم برای سیخگیری و پختش که خیلی مهمه پخت این، چون اگر خیلی روتیش بمونه میسوزه. یه روش خاص داره، خیلی ساده است بهتون میگم. بچه برای سس رومالش من حدود 20 گرم کره رو داخل یه ظرف آب میکنمش، بعد بهش یه قاشق غذاخوری آب لیمو ترش اضافه میکنم، به همراه یه قاشق غذاخوری هم زعفران دم شده. حالا به این سس گفتم یه مقدار سس نگه میدارم، اینم بهش اضافه میکنم دوباره. وقتی که کبابشون روی آتیش داره میپزه یا روزوغال، از این سس روش رومال میکنید و همینطور موقع سرو، یعنی وقتی که میخواید سروش بکنید هنوز که سیختون کبابتون داغ گرم هستش، با این براشا یا بورسا روی کبابتون بکشید، هم رنگ بهتری بهش میده، هم طعم قوی تر میکنه و تازه تر. ببینید دوستای گلم، الان به اندازه یه سیخ دیگه اینجا هنوز مونده. خب اما این سیخ نمیگیرمش، من با همین سس اینو بسبندیش میکنم. این جون میده برای تاپینگ روی پاستا، یعنی شما با هر پاستی درست میکنیم خیلی خوشمزه‌اش میکنه. میخوام بهتون بگم که این سس همه کاره است، برای پیتزا، برای پاستا، برای کباب، ازش خیلی استفاده میتونید بکنید. من با این یه پیتزا به صورت فیلم پاستا به شکل فیلم کوتاه درست میکنم و میذارم ببینیدش. خب دوستای گلم، آموزش امروز ما هم به پایان رسید. یه شیشه کباب پختیم با سس سبزیجاتی که بسیار بر بدن مقوی و لازم هستن. نکته‌ای که پخت رو آتیش دیدید، شعله زیاد اصلا نمیخواد، حتما با شرایطتون ملایم باشه. 2 بارم روی آتیش سسی که درست کردیم و روش بمالید و یه بارم آخر سر موقع سروینگ کار کنید. اگه خوشت اومد ممنون میشم بالا که کامنت از من حمایت بکنی. نظرت برام مهمه، نظرتو بهم بگو. دوست دارم. تا آموزش بعد، خداحافظ.